دوستان عزیز، با خواهش رهبران بخش تاجیکی رادیو آزادی اینجا یک پرزنتاسیون خورده رو آماده کردم که در آن با واسطه استفاده از شبکه اجتماعی یوتیوب شما می توانید نوارهای خود را فوراً در اختیار بخش تاجیکی رادیو آزادی گذارید. کار اولینه که شما میکنید توسط آیپد و یا آیفون دریافتی اپلیکاسیون یوتیوب کپچر است. یوتیوب کپچر که آن را در گوگل میگیرید. اقدام اول شما دانلود، یعنی برای آیپد و یا آیفون خود جای دادنی دانلود نمودنی همین اپلیکاسیون یوتیوب کپچر است. یوتیوب کپچر و شما آن را با این وسیله دانلود میکنید، یعنی در کامپیوتر خود جای میدهید. این است اپلیکاسیون، اپس، همون کپچر عنوان دارد. ساده ترین نظام است. شما آن را روشن کردید. آماده نوارگیری است. نقطه سرخ آغاز نوارگیری است. من گرفتم و خودم را نوار گرفتم. سلام علیکم. No, здесь я перейду на этот уже. Да, я покажу этот. یا اینکه من روشن کردم و حالا من شخصی نوارگیر را برای شما نشان میدهم. خب من برای این فکر خودم را هم یک بار نشان دادم و با همین کار تمام شد. نقطه سرخ را زیر کردم. من اینجا وقتی که من با این ستریلکا با اون خطچه زیر نمودم، نوار در نزد من پیدا شد. این نواری است که حالا من گرفتم. و خودم رو نوار گرفتم. سلام علیکم. برای شما نشان میدم. خب من برای این فکر خودم رو هم یک بار نشان دادم و با همین کار تمام شد. اوکی. شما دیدید نوار گرفته رو. شما می توانید ابتدا و آخری آن را کوتاه کنید با دست. 1 2 ابتدا و آخری نوار کوتاه شد. بعد از این باز هم یک خطچه است. پخش میکنیم. نوار پیدا شد. آن در نام گذاری می شود. مثلا نوار و وقتی که نام گذاشتیم آن را اپلود میکنیم. اپلود یعنی در صفحه یوتیوب جا میدهیم. این نوار است و این ما. ببینید نوار در ظرف 10 ثانیه در یوتیوب جایگیر شد. این است نوار، این است من و این است تمام کار.